مواد لازم برای ترشی انبه که بهتر سبز باشه، ادویه ترشی انبه، تخم گشنیز، زردچوبه، شکر، سیاهدانه و سیر. همه انبه ها رو پوست میگیریم و اون رو به شکل خلالی خرد میکنیم. بعد از اینکه انبه ها رو خلالی خرد کردیم، به اندازه 2 قاشق غذاخوری نمک، 2 قاشق غذاخوری شکر و 1 قاشق غذاخوری زردچوبه رو به انبه اضافه میکنیم. اگه انبه ها سفت باشن حدوداً 3-4 ساعت به زمان میدیم که این مواد به خورد انبه برن و نرم بشه انبه ها. و اگه انبه ها نرم باشن حدوداً نیم ساعت کافی هست. بعد از چند ساعت که برای نرم شدن انبه ها به اون زمان دادیم، آب اضافیش رو میگیریم و ادویه‌های لازم رو به اون اضافه میکنیم. وقتی که آب اضافی انبه رو گرفتیم، ادویه‌های لازم رو بهش اضافه میکنیم. سیاهدانه اینا همش سلیقه هست، هر اندازه که دوست داشتید میتونید به ترشیتون اضافه کنید. پس مقدار سیاهدانه، تخم گشنیز که از قبل آسیاب شده و ادویه ترشی انبه، سیرم دلخواه هست، هر اندازه که دوست داشتید میتونید به ترشیتون اضافه کنید. تند شدن ترشی هم به دلخواه هست، هر اندازه که دوست داشتید میتونید بهش فلفل قرمز اضافه کنید. در این مرحله 2 استکان سرکه به مواد اضافه میکنیم. در این مرحله ظرف رو روی حرارت میذاریم و به حدی که فقط سرکه به جوش بیاد، وگرنه ترشی ما نرم میشه. و بعد از این مرحله سر ظرف رو میذاریم تا ترشی جا بیفته. و در آخر ترشی رو توی ظرف شیشه‌ای میریزیم که بعد از 1 هفته قابل استفاده هست.